بزرگ می نویسد که خیرات مفهوم است که دانش زنده را فرا می گیرد. دانش زنده از زندگی سرچشمه می گیرد و آن زندگی را همیشه در همه حالت ارزشمند و عالی می داند. شخصیت آن نفری هست که زندگی را معرفی کرده می تواند. یعنی او شخصی است که می تواند با فعالیت گسترده خود در جامعه معرفی شده باشد و جامعه را راهبردی نموده تربیت کرده تواند. در برنامه پیراها اصلا از راه طی کرده شخصیت های می گوییم که توانستند در پیراهه خود موفق باشند. این نوبت قهرمان برنامه هنرمند است که عمر خویش را در صحنه تئاتر سپری نموده است. او در حقیقت شخصی است که در خاکساری داد سخن را داده است. بسیار کتاب میخوانند لوکاس، بسیار مطالعه میکنند و بسیار ذهنشان تیز است. شخصی هستند که جوانها میتوانند از اون کس عبرت گیرند. هنرپیشه شایسته تاجیکستان محمدی میرزاعلیوف ماه آگوست سال 1949 در دهه سیمیگنج شهر وحدت به دنیا آمده است. زمان نورسی محمدی در دهه سیمیگنج که آب و هوای خاصه و طبیعتی دلربا داشت سپری می شود. زیبایی دشت و یاله دهه من، یزدان بنمود حواله دهه من. تاریخ گذشته‌اش بباید پرسید از سرو هزار ساله دهه من. دهه‌ای که من تولد شدم بسیار تاریخ دور و دراز دارد. موافق کافتوکوهای ارخئولوژی از آنجا بسیار خزینه‌های دوره گذشته را دریافتم و این دهه با نام سیموگنج مشهور است. امروز هم این دهه با مردمان نجیبش، با پهنایی قشلاق یعنی دهه، با نفوذ اهالیش از بسیار دهه‌های ناحیه وحدت فرق میکند و کلانتر است. از بین قشلاق ما یعنی دو دریا میگذرد، یکی دریاچه خرد، یک دریاچه کلان و آنها به هم میآیند و دریای سیموگنج را تشکیل میدهند. دهه چشمه‌های زیاد دارد، چشمه‌های آبی خنک فارم، منظره‌های زیبای عجیب دارد و ایام کودکی ما از این منظره‌ها لذت می‌بردیم. روزگار نورسی را محمدی با حسرت یاد کرده از چگریچینی و هیزم جمع‌آوری قصه می کند که لحظه های نورسیش را رنگ می دادند. اصلا او در عائله معارفچیان به دنیا آمده است. پدر و مادرش آموزگار بودند و در خانه‌شان فضای سالم تربیت موجود بود. با شوق کودکانه در این منظره ها دو و تاز میکردیم. از دشتهایش با کتفان خود رستنی ها را برای علاوی آتشدان می آوردیم. تلخک، بیا، توتون، گلخوار و غیره و غیره. از کوههایش چکری، سیالف، زنبروغ و باز هیزم خشک هم می آوردیم. خلاصه یادداشت من از این دهه بسیار هم فارم است، عجیب است و هرگاهی که از شهر سوی دهه راه میگیرم
بی‌اختیار همان خیال‌های کودکانه، همان دوتازهای کودکی، همان جوربازی‌های کودکی، همان بازی‌های هرخیله کودکی به یادم می‌رسند و دلم را کاوش می‌دهند. آن زمان در دهه سیمیگنج مکتب 7 ساله فعالیت میکرد. در این مکتب محمدی تحصیل میکند و از استادان درس و حکمت میآموزد. در تربیت او نقش پدر و مادر آموزگار و همزمان دیگر معلمان دهه خیلی کلان است. پدرم معلم، مادرم معلمه بودند و در این محیط سازگار عائلوی، یعنی من در ترازوی فرهنگی تربیت یافتم و وقتی که به صنف یکم به مکتب رفتم، خود پدرم معلم من بودند. هرگز پدرم به کار بدی من مرا جنگ نکرده است، فقط نصیحت خوب برایم کرده است. یعنی محیط عائلوی که من تربیت یافتم محیط فرهنگی بود، محیط بسیار هم خوب بود. برای من قریب که همه شرایط ها مهیا بودند. کتابخانه پدرم دارای 200-300 کتاب بود و من از آن استفاده می بردم. غیر از این در دهه کتابخانه کلان کار میکرد که از آن کتابخانه استفاده بردم برای من بسیار هم قلای بود، فوران بود. شرایط مکتب بسیار خوب بود. مکتب ما اون دوره که ما تحصیل میکردیم قشلاق اونقدر دهه اونقدر کلان نبود، همگی 120 خانواده داشت، یعنی احتمال 500 یا 600 نفر اهالی زندگی میکرد و مکتب هم 7 ساله بود. همه بچه ها در یک صنفی میخوندن، صنف 1 صنف 2 یک صنفی بودن و شرایط درسدهی هم بسیار عادی، آرام، خوب و گوارا میگذشت. محمدی میگوید در مکتب همه فنها را دوست می داشت، ولی نسبت ادبیات و تاریخ توجهش بیشتر بود. خوشبختانه این صنف 7 خواندنش در دهه مکتب کارگر جوانان تأسیس می یابد و او و همسالانش 2 سال دیگر در این مکتب درس می خوانند. از سالهای مکتبی کم کم شعرگونه ها را ایجاد می کرد و آرزو می نمود که در آینده صاحب کتاب شود. ولی بعدتر با مصلحت یکی از دوستان مکتبیش ساحه تئاتر را انتخاب می کند. سال 1966 مکتب میانه را به اتمام می رساند و به دوشنبه شهر می آید. وقتی که به شهر اومدم از امتحان قبولی که باید کورس در مسکو میخوند خفا موندم. اومدم با کاری سودا، یعنی شاگرد فروشنده 2 ماه در این کسب کار کردم، ولی هیچ در دلم نمی گنجید. این کسب برای من نبود. باره در همان اون ورمگه که یک وقتا در بدن اساس می گفتن، اون ورمگه 2 اتاژه بود، 2 آشانه. همانجا شاگرد گوشت فروش بودم.
و یک مرد از ما گوشت میخرید. باره از وی پرسیدم که شما در کجا کار میکنید؟ او گفت که من در تئاتر لاهوتی. در بدنم مرغک دوید. من گفتم انا همین شاید با من یاردم کرده تواند. بعد پرسیدم که چی کار میکنید؟ گفت که مدیری انبار. و من گفتم شما نمیتوانید که من به همانجا هدایت کنید. گفت که پگاه بیا من تو را نزد یک کس میبرم. همین گونه اتفاق می افتد که محمدی پیش از دانشجو شدنش در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به حیث کارگری صحنه به کار می آید. همان سال به فاکولته صنعت دانشگاه آموزگاری تاجیکستان داخل شده تا سال 1972 آنجا تحصیل می کند. ما هر دو فرزند همین تئاتریم. محمدی میرزاعلیف در تئاتر کار از کارگری صحنه استوی مبل و رکویزیت سرکردگی است. حالی تو دانشکده و در همینجا کار میکرد. از همینجا به دانشکده رفت، جای کاریش به من داد و خودش به دانشکده به خواندن رفت. و همین طور یعنی که من به دنیای صنعت راه یافتم، ولی کار رو در تئاتر بس نکردم. از همون کورسی اول سر کرده ما رو در صحنه های عمومی نمایشگاه استفاده می بردن. دیگر همسبقان من نخواستند این کار رو، لیکن من ترک نکردم. همون اون دوره یک سوم میدادن برای یک بار صحنه برآمدن. من ترک نکردم، همین را دوام دادم. نخستین نقش خود را در یاد دارد. این نقش زاغ در نمایشنامه ایرج پهلوان بود. معلم تورخان احمدخانов در یک نمایش کودکانه مرا نقش دادن، نقش زاغ. و من نمایش ایرج پهلوان بود و من اون رو خیلی اجرا کردم. اکنون در آن دوره من هیچ چیز گفته نمیتونم که چی اجرا کردم، چی خیلی اجرا کردم، چون که کورسی 2 بودم. بعد همین خیلی دیرکتور تئاتر همان زمان علی رضا رحمانقلوف بودند. معلم خوشنظر مایبالیوف نمایشی کاروان بخت را گرفتند در کورسی 3 ما و از بین همسبقان خود معلم خوشنظر مایبالیوف درس میدادند. ما از بین همسبقان من و ادهم خالقوف رو جدا کردن برای نقش در همین کاروان بخت. الکی در دوره دانشجویی فعالیت خود را به حیث اکتیور در تئاتر آغاز نموده در نقش‌های خرد و کلان بازی می‌نمود. در تئاتر محبت نزدیکان، کارگردان‌ها و اهل هنر را به دست می‌آورد. نقش‌های گوناگون را اجرا نموده و همچون یک جزء این عائله بزرگ می‌گردد. محمدی میرزاعلیف میگوید که محبتش نسبت این درگاه فرهنگی خیلی بزرگ است. اصولهای فعالیت تا جای توانسته است برای پیشروی کار تئاتر سهم گذاشته است. گاهی به حیث کارگری صحنه و گاهی به حیث یاردمچی کارگردان و گاهی دیگر به حیث هنرمند مرکزی. من قریب که با همه کارگردان هایی که در این صحنه مشغول کار بودند کار کردم. قیاموف، شمسی قیاموف با من کار کرده است. حاجی خل رحمت الله با من کار کرده است. الکساندرین با من کار کرده است.
майбалиев кор кардааст, турахон аҳмадхонов кор кардааст. баъдтар аз ленинград николай кузьмич детскиро оварданд, бо ӯ ҳам кор кардам. давлат убайдуллоев омад, бо ӯ ҳам кор кардам, бо фаррух ҳам кор кардам. хулоса касе ки ба ин театр режиссёр таъин шуд ё ки ҳамчун режиссёри навбатӣ дар кор буд, бо онҳо бо ҳама кор кардам. бо баҳодур миралибеков зиёд кор кардам. ҳар гоҳе ки дар маҷлисҳои умумӣ ё ки дар ҷамъомадҳои ҳайати эҷодӣ сухан дар боби одобу рафтору ҳамин бигем салоҳияти ҳунарманд меравад, ҳамеша ҳамчун намуна улгӯ номи муҳаммадӣ мирзоалиевро мегиранд барои ҷавонон ки ҳамин гуна фидоӣ бояд, ба ҳамин гуна сарсупурда бояд буд. дина бегоҳамро дар беморхона будем. имрӯз нафақаашонро оварда додани будам. одами зодам ин будааст. овардед раис? чиро? нафақаро. овардам. нафақаи маро чӣ? меорем авазакам, меорем. меорем. ҳамин нафақаи маро ҳам рӯзи ҷанозаам набиёред шуд. ҳунармандони театри давлатии академии драмавӣ ба номи лохутӣ муҳаммадиро ҳамчун хотираи зиндаи театр ном мебаранд, зеро ӯ бо бузургони ин саҳнаи бузург сару кор гирифтаву муҳаббати касб дар замираш ҷӯшидааст. муҳаммадиҷон аз рӯзи аввале ки ба театр омадааст, пас аз гузаштани ҷояшон ҷаннат маҳмудҷон воҳидов, он кас 3 моноспектакл, яъне намоишномаҳое монда буданд ки як худашон дар он нақш мебозиданд ва ягона кори калонашон ҳамин чӣ буд? алломаи адҳам ва дигарон. кори ягонае ки намоишномаи калоне ки он кас монданд ҳамин буд. лекин то ин он кас 3 намоишномае монданд ки яке гуфтугӯ бо худ, дигаре ватан ва фарзандон ва сеюме аз рӯи донишҳои аз рӯи ғазалиёти ҳофиз сохта буданд. ва баъди сари он кас муҳаммадӣ аввалин касе буд ки ҳамон кори ҳамон каса давом дод ва аз рӯи ашъори устоди зиндаёд лоиқ шералӣ моноспектакли худаша сохт ва ҳамроҳи ин моноспектакл ва ҳамроҳи устод лоиқ онҳо хеле ҷойҳоя давр заданд. ба самарқанд рафтанд, ба панҷакент рафтанд. ин намоишнома дар театр тӯли солҳои дароз мерафт ин намоишнома. бисёр он кас медонед дар ҳамин театр яке аз он нафароне ҳастанд ки дар ҳақиқат энциклопедияи театри мо гӯем хато намекунад. ҳар вақт ки зодрӯзҳо мешавад, ҳар вақт ки ҷашнвораҳо мешавад, акай муҳаммадӣ албатта бо қалами худ ҳамаи моро шод мегардонад. он кас аввал рӯи коғаз меоранд, баъд мо ҷавонҳо дар саҳна иҷро мекунем. ин аввал. баъдан акай муҳаммадӣ ҳамин гуна шахс ҳастанд ки бисёр хоксор ҳастанд. бисёр хоксору бисёр ботамкин ҳастанд. вақте ки дар ҳамин театр ягон бор ман нашунидам ки бо овози баланд гап зада бошад. мардуми арманӣ як филме доштанд ки оркестри театри операу ҳамунҷа як найнавоз ҳаст ва ин найнавоза ҳеҷ кас пайхасам намекунад. вай ҳар рӯз кор меравад, мебиёяд, ба ҳеҷ кас ҳамун хоксории хеле оддӣ дорад. ягон кас гӯё ки ҳама мегӯянд ин ҳамин шакли муқаррарии вай. баъд кадом рӯз ҳамун найнавоз аз кор дер мемонад, намебиёяд ҳамун корба. ҳим чӣ коре мешавад ки ҳамун корба
و اونقدر لازمی وی معلوم شده می استد که تئاتر از کار میماند، ناینواز نیست، از خانهش برآمده است لیکن نیست، در کجا وی غیب زده است. وی خودش یک بار به همین قرار آمده است که کنی من یک بار دیر مانم، چی می شده باشد؟ انا محمدی ما در تئاتر انا همون نقشه اجرا میکند. تا آدمی که وی در تئاتر است گویا که وی پیخست نمی کنیم، لیکن همون روزی که وی از در تئاتر نباشد در حال حس کرده می شود در تئاتر کمچی نمی رسد. او یکی از هنرمندان است که کار در تلویزیون و کینو را دوست نمی داشت، چون خود او میگوید چند مشکلاتی بود که او نمیخواست خود را در ساحه‌های دیگر بسنجد. من در کینو راستی گپ چیزی از همه اساسیه که من بد میدیدم در حیاتم همین صورتگیری بود. دوم کاری که بد میدیدم آسیاب روی بود. در وقتی کودکی من آسیاب ها کار میکردم، انا این رو هم بد میدیدم. و سیوم چیزی که من بد میدیدم موی سرتراشی بود. اگر رسم‌های کودکی می‌داشتم من می‌دیدید که موی سری من چقدر این طرف و اون طرف پریشان است. شخصی هستند که جوان‌ها می‌توانند از اون کس عبرت گیرند که در همین سن و سال چقدر در صحنه نقش آفریدن و با این خیلی نقش‌هایی که در سن سال ما خیلی وزنین آفریدن، اون کس یا نمود چالاکانه بازی میکنن که بگذار که جوان‌ها عبرت گیرن از آن کس. ما خرسند هستیم که در بر ما همین گونه نفرها هستند و برای ما جوان‌ها عبرت هستند. برای اون جوان که با از ما جوان‌ترها هستند با اونها عبرت هستند و این همه برای این همه ما باید شکر کنیم که هستند در جامعه ما این گونه نفرها که ما میتوانیم عبرت گیریم، که ما میتوانیم با اون کس نگاه کنیم و الهام گیریم و به خود عیب نمیداریم. وقتی که در صحنه یک جا نقش میآفریم اون کس همین خیلی سر حرکت هستند که ما باید از اون کس زیادتر حرکت کنیم و از اون کس زیادتر باید در صحنه نقش خود رو خوبتر باید اجرا کنیم. گوش کن، انا تو از همه ما دانشمندتری. با من بگو برای چی دیگران جمهوری میساختند و مانی؟ آخر نخواد نفهمند که در دایره جمهوری دیگر ماندن شماره زیادی اهالی، قصرها، کاخها، یادگاری‌های فرهنگی یک روز نه یک روز به سر آن خلق برادر مصیبتی عظیم میارند. تاجیکان می افزایند، بیدار می شوند. آن وقت این خطای عفوناپذیر را دیگر اصلاح کردن نمی شود. دولت محمدی میرزاعلیف میگوید که با همه محبت و صداقتش در کسب خود نتوانست به قله اصلی رسیده باشد. تئاتر برایش تمام امکانات را فراهم آورد. استادان تئاتر و هنرمندان محبوب همیشه پهلویش بودند، ولی گاهی کمترین جرأت و یا توجه نرسیده است تا تواند صاحب نقش‌های باز هم بزرگتر شود. عینی و دیگر بزرگان ما تأسیس میدهند. امروز در حقیقت حس میکنم که من همچون اکتیور آن قله را که لازم بود فتح نکردم. بسیار نقش ها آفریدم، بسیار کارها کردم، لیکن قله فتح ناپذیر ماند. من برای این هیچ کس رو عیبدار کردنی هم نیستم. عیب در خود شخصیت است. شخص باید زور زند، کوشش کند، راه یابد
شاید از طرف من همین کوشش ها کمتر بودن. و نه تنها در گوییم که تئاتر لاهوتی نقش آفرینی کرده است، بغیر از این او قرائتچی خوب است و در رادیو اثرهای کلانی را خوانده به شکل اودیویی. در کینو در هرچند شاید که در اکران سینما محمدی کمتر باشد، لیکن در دوبلاژ و در ترجمه کردن این اثرها نقش خیلی قوی دارد محمدی میرزاعلی مو. یکی از نقش‌هایی که من همبازی بودم و در صحنه می‌دیدم چخیل با تمام هستی، با تمام وجود واردی دنیای قهرمان می‌شدند و می‌سوختند و در می‌گرفتند. و این نقش وزیر حسنک در نمایش چرخ گردان نورتبر از روی اثر بیزوال ابوالفضل بیهقی. بسیار محمدی با همینقدر هیجان و با همینقدر احساسات باطنی و با همینقدر حرارت بازی کرده که واقعا باید بگم که یکی از کامیابی های همین اثری که دولت عبیداللهیف روی صحنه گذاشتن چرخ گردان، همین بازی محمدی میرزاعلی بر این یک هنرمند بسیار خوش سلیقه و خوش ذوق و صاحب استعداد بود. او با امید قسم میکند که امروز در جامعه تاجیکستان تئاتر مرحله نو را پس سر میکند. جوانان هنرمند خیلی زیاد هستند که میتوانند برای فردای تئاتر نقش گذاشته توانند. ما جوانهای خوب هم داریم، داشتیم و خواهیم داشت. امروز در تئاتر مثلا من فخر میکنم از اون که اعظم روزیخوف کار میکند. فخر میکنم از اون که نصرالدین کار میکرد. این تئاتر با همونها زنده است و آینده تئاتر هم همونها هستند. امروز در تئاتر مثلا ما باز داریم سهراب، بسیار اکتیوری همه طرفه، یعنی مناگا پلانی میگوین همه طرفه است، چی در فاجعه، چی در مضحکه و چی در نقش‌های مثلا حاضر زمانی و خود را نشان داده است و کار او پسند ما کلانسالا هم هست. این کس یک کوپروک هستند بین گذشته و حاضره ها. همه چی در یادشان دایم هست. همه چی در یادشان هست. کدام روز بود، کدام رای بود، کدام سال بود، چی که باشد ما از اون کس میپرسیم، اون کس میدونن، همه چه میدونن. عجیبش اون که حتی میدونن نمایش چند سال بالای صحنه بود، کدام نمایش و چند بار رفتش هم میدونن، همه حسابش هم میدونن اون کس. و هر وقتی که با ما کمک لازم شد با اون کس وقتی التجا میکنیم، التماس میکنیم، هیچ وقت نمیگوید. دستی کمک با همیشه وجود اون دراز که میکنن. اینقدر دانش دارن و اینقدر حافظه خوب دارن و اون کس اینقدر خاکسار هستند، زمینی هستند، خیلی مهربان هستند با انسان ها. عموما فقط با ما نه، عموما با انسان ها خیلی مهربان هستند. امروز او یکی از هنرمندان بزرگسال است که میان اهل هنر صاحب احترام است. هنوز قلبش همان قلب سالهای جوانی است که برای در تئاتر بودن جوش میزند و تلاش میکند. با گذشت سالهای زیاد نازکترین نقش‌های خرد و بزرگ را آفریده و می آفرد و تلاش دارد تا میان هنرمندان از خود نشانه گذاشته باشد. هر نقشی که محمدی بازی کند در وی از همون استادان یگان نشانه هست و هر نقشی که
حتی وای خورد باشد یا کلانتر باشد یا که نقش اساسی باشد، وای اون رو خیلی به درجه عالی بازی میکند. چیز دیگری که مثلا باعث سرفرازی من است، من در 60 سالگیم در نمایش رعد و برق نقش نورسی 17 ساله رو بازیدم در 60 سالگیم. یعنی که من از نقش هایی که کودکی رو بازیدم، بچه ها رو بازیدم پشیمان نیستم. آنها هم برای تماشابین در کارند. آنها هم یک گوشه حیات تماشابین رو پر میکنند. از همان هم تماشابین برای خودش چیزی در کاری رو میگیرد، چی بد بود چی نیک بود برای خودش معین میکنه. شانه در عرفیت میگویند از باغبان باغ میماند. از محمدی محمد علی نقش‌های بزرگ و خردی آفریده، شاگردانی در صحنه بزرگ تئاتر تربیت کرده و شعر و سیناریوهای ایجاد شده میمانند که نامش را میان اهل هنر زنده خواهند داشت.